روز بخیر بینندگان ارجمند. امروز سه‌شنبه 1 آگوست است. من خیرمان بقازاده و همکارانم شما را به دیدن نشر نوی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. موضوعهای این نشر برنامه از این قرار است: دادگاه ایرکوتسک روسیه یک پلیس و 3 ساکن محلی را که در آتش زدن واگن زیست مهاجران و کشتن 2 تن از آنها ایبدار میشدند بیگناه اعلام کرد. مقامات تاجیکستان مجوز فعالیت نیروگاه سنگتوده 1 را که مال مشترک روسیه و تاجیکستان می باشد تمدید نمی کنند. بعضی موضوع در یک جایی جمع شده هستند و هر دو مؤسس همه مسئله ها رو بررسی خواهند نمود. در پی شکایت های به تکرار شهرداری خوجند میگوید در میکرورایون های 18 19 و 20 این شهر برای ساختمان بیناهای نو اجازت نخواهد داد. اما اسمون چند شخصی مطبوعاتی حلقه میگویم که ما حرکت میکنیم که از همین منطقه و اختیار زمین برای خانواده بناوشون جون نکنیم. دادگاه شهری ایرکوتسک روسیه یک پلیس و 3 ساکن محلی را که در حادثه های 2 سال پیش در آتش زدن واگن زیست مهاجران و کشتن 2 تن از آنها ایبدار می شدند بیگناه دانسته است. نزدیکان مهاجران جبر دیده در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در حکم دادگاه که امروز 1 آگوست صادر شد، دادرس آنها را کاملا بیگناه دانسته از تالار دادگاه رها کرده است. همکارم مومین احمدی موضوع را پیگیری کرده است و حالا در استودیو با ما قرار دارد. مومین سلام. درباره این حادثه و اینکه مرافعت در چه شرایطی برگزار شد بگویید. سلام بیننده عزیز. بله خیرمان، حادثه از آن آغاز شد که در ماه نوامبر سال 2021 واگن مهاجران را آتش زدند و نسیم جان سیدعلی 21 ساله و سیراج‌الدین گلزاده 19 ساله ساکن ناحیه فیض‌آباد بر اثر حمله و نفسگیر شدن از دود آتش همان روز هلاک شدند. مطبوعات روسیه آن زمان نوشت که این مهاجران با چند ساکن محلی آن روز بحث کردند و ساکنان محلی همراه با یک میلیسه شبانه به مکان زیست مهاجران حمله کردند. پلیس همان روز 4 مهاجر را برای جنجال با ساکنان محلی بازداشت کرد و هنوز هم این شهروندان تاجیکستان در بازداشت قرار دارند. مقامات تاجیکستان در رابطه با این حادثه اعتراض کردند و بعداً مطبوعات روسیه خبر داد که در رابطه با این حادثه 4 نفر دیگر، یک افسر میلیسه و 3 ساکن محلی نیز بازداشت شدند. در حکم دادرس امروز قرار شد که افسر پلیس و 3 ساکن محلی هیچ گناهی ندارند و گویا مهاجران را نزدند. هرچند شاهدان به رادیو آزادی گفتند که گمانبران در جریان مرافعه به گناهشان اقرار شده بودند. آنها از جبردیده عذر پرسیده گفته بودند که از سر احساس واگن مهاجران را آتش زدند، ولی دادگاه آنها را رها کرده است. یک تن از جبردیدگان با پیوندانش نقل کرده است که وقتی از دادرس پرسید که اگر از روی حکم شما آنها بیگناه باشند، پس واگن زیست مهاجران را کی آتش زد و کی کاسه‌خانه سر او را شکست، دادرس پاسخی نداده است. ضمناً مرافعه 4 شهروند تاجیکستان هنوز دوام دارد، هرچند نزدیکان آنها میگویند که گناهی ندارند، برعکس جبر دیدند. مومین، مقامات تاجیک در ابتدا به این حادثه واکنش کرده بودند، شما هم یادآور شدید و حالا نظرشان چی است؟ بله، سفارت تاجیکستان در مسکو گفت که هنوز هیچ اطلاع رسمی دسترس نکردند، ولی با دست یافتن به اطلاع رسمی آن را حتما ارائه خواهند کرد. یک فعال جمعیتی تاجیکان در ایرکوتسک گفت واقعا دادگاه چنین حکم صادر کرده است ولی حالا جزئیات آن را نمیدانند. این یکی از قضیه های پرسر و صدای ناعدالتی نسبت مهاجران تاجیک در روسیه دانسته می شود و 2 سال پیش هم وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از مقامات روس طلب کرده بود که حادثه را عادلانه تحقیق کنند. مادران مهاجران بازداشت شده نیز در نامه از پرزیدنتان تاجیکستان و روسیه امومالی رحمان و ولادیمیر پوتین به بیگناهی فرزندانشان تاکید کرده بودند. تشکر مومین. طور برخی آگاهان این قضیه امروز هم میگفتند حادثه ایرکوتسک و حکم دادگاه بار دیگر انتقادها از نظام ناعادلانه سودی روسیه و مناسبت به مهاجران کاری از تاجیکستان را به نمایش میگذارد.
وزارت انرژی و ذخیره‌های آبی تاجیکستان مجوز سنگتوده یکی از نیروگاه‌های بزرگ کشور را که 75% سهمیه‌هایش از روسیه است ماها باز تمدید نکرده است. رهبریت نیروگاه هشدار داده است که ادامه تأخیرکاری در دریافت اجازتنامه برای کار میتواند باعث متوقف شدن کار این نیروگاه گردد. اصلی بحث از چی عبارت است و جانب‌ها چی میگویند؟ در گزارش علیشیر ظریفی و براد یوسفی میشنویم. جمعیت سهامی کشوده نیروگاه برق آبی سنگتوده یک چند ماه است که نمیتواند از وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آبی تاجیکستان مجوز فعالیت را به دست دارد. یلنا اندرونووا کارمند مرکز مطبوعات نیروگاه سنگتوده یک گفت با مراجعت‌های به تکرار آنها وزارت انرژتیک پاسخ نمی‌دهد. ما چندین بار مراجعت کردیم، بیشتر از 3 دفعه بود. برای مجوز اولمان 8 ماه قبل درخواست داده بودیم. برای مجوز دویممان بیشتر از 3 ماه قبل درخواست فرستاده بودیم. جانب نیروگاه برق آبی سنگتوده یک میگوید ما سبب تأخیر در دادن مجوز فعالیت را نمیدانیم. جانب وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آبی تاجیکستان نیز سبب را به مقامات این نیروگاه شرح ندادند. همچنین برای تأخیر در دادن مجوز فعالیت جمعیت سهامی کشوده نیروگاه برق آبی سنگتوده یک به دادستانی کلی تاجیکستان مراجعت کردند. جمعه دلیر وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آبی تاجیکستان در نشست خبری این نهاد در شرح این موضوع چیزی دقیق نگفت. البته نسبت فعالیتشون بعضی موضوع در یک جایی جمع شده هستند و هر دو مؤسس همه مسئله ها رو بررسی خواهند نمود. البته این پروسس از صادر حجت های داخلی‌دار پیشنهاد شده هستند و این موضوع در اساس قاعده عمل کننده بررسی میشد. هنوز معلوم نیست که چرا وزارت به سنگتوده یک مجوز نداده است. مسئولین این نیروگاه سالهاست از پرداخت نشدن مبلغ برق تولید شده از سوی برق تاجیک شکایت دارند. مسئولین برق تاجیک گفتند قرض را در اساس توانایی و مرحله به مرحله پرداخت میکنند. با اطلاع سنگتوده یک در نیم سال نیروگاه در حجم 1 میلیارد و 376 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید کرده و شرکت برق تاجیک انتقال دادند. تولید برق نظر به همین دوره سال گذشته 84 میلیون کیلووات ساعت بیشتر بوده است. در نیم سال اول شرکت برق تاجیک تنها تا 31% مبلغ برق را پرداخت کرده است. نمایندگان نیروگاه گفتند امسال قرض برق تاجیک از سنگتوده یک 346 میلیون سومانی زیاد شده و 2.7 میلیارد سومانی رسیده است. حکومت تاجیکستان چندین مرتبه قرض برق تاجیک از نیروگاه سنگتوده یک را از حساب انداز کم میکند. نیروگاه برق آبی سنگتوده یک با سرمایه روسیه در دریای وخش ساخته شده 75% سهم آن به روسیه و 25% دیگر به تاجیکستان تعلق دارد. این برنامه اخبار آزادی است و برنامه را با مطلبی از دوشنبه ادامه می‌دهیم. مقامات کمیته دینی تاجیکستان در شرح درخواست ثبت نام سازمان زردشتیان در این کشور تصدیق کردند که چنین مراجعت دریافت کردند. اما روزنامه‌نگار عبدالقادر طلبکوف میگوید تمامی طلبات برای ثبت نام را از طرف خود اجرا کرده، از جمله رویخط 10 نفر مؤسسان این جمعیت و مکان زیستی آنها را در اختیار مقامات گذاشته است. تفصیلات در گزارش همکارانم مولا رجب یوسفی و امیر صایف. این روزنامه‌نگار نیم سال است تلاش دارد در تاجیکستان جمعیت زردشتیان را تأسیس دهد. میگوید در تاجیکستان دین زردشتی بیش از 5000 پیرو دارد. آیین‌نامه و دیگر سندها را جمع کرده است به جز از یک سند. یک سپرافکا دیگر است که در مکانی که تشکیلات را به قید میگیری حکومتداری همون منطقه باید موجودیت تو رو تصدیق کند. مسئله تأسیس جمعیت زردشتیان در نشست خبری کمیته دین هم صدا داد. رئیس کمیته دین تصدیق کرد که عبدالقادر طلبکوف برای ثبت جمعیت به این نهاد آمده است. خود طلبکوف بله برای ثبت همچون یک اتحادیه دینی به کمیته مراجعه نمود، نه به شکل خطی، فقط آمد با اون نفر شرط و شروط رو گفتن که باید مثلا کدام نمودی حجت ها و کدام نمودی مثلا تهیه کرده شود، باید این دیگر مراجعه نکرده است. عبدالقادر طلبکوف ماه فوریه امسال اعلان کرد که به دین زردشتی گرویده جمعیت زردشتیان را تأسیس می‌دهد. این تصمیم روزنامه‌نگار و هم حمله‌های لفظی او بر روحانیان در جامعه سنتی تاجیکستان واکنش‌های زیاد را به میان آورد. مخالفانش عبدالقادر طلبکوف را به ناخن زدن به احساس دینی مسلمان‌ها گناهکار می‌کردند. خود روزنامه‌نگار میگوید بارها تهدید هم شد. کم شدن ولی هستن.
این آزاری روحی است. وقتی که مثلا باری در کوچه راستی خسته شدم از جنگ جنجال ها. فرضاً همین 4 نفر در روبروی من میآید، یک تاش میگه که این حرامی زردشتی است، یک تاش میگه که استادی معظم ما اخلاصمند شما، یک نفرش میگه کاری خودش است، در پیش خداوند خودش جواب میگه. ولی با همه این افت و درفت کردن من خسته شدم واسه من همین پرده رو دراندم، یخها رو آب کردم، همش خوب میشود. با وجود خستگی عبدالقادر طلبکوف از راهش برگشتنی نیست. او نامش را به آریامهر زردشت عوض کرد، اما مقامات آن را در سندها قبول نکردند. در تاجیکستان 66 اتحادیه دینی غیر اسلامی فعال است. تقریباً 4000 مسجد هم فعالیت میکنند. فعلا دقیق نیست که عبدالقادر طلبکوف برای ثبت جمعیت زردشتیان باز چه قدر دیگر تلاش میکند. مولا رجب یوسفی، امیر ایسایف، آزادی، دوشنبه. در پی شکایت‌های پای در پی ساکنان شهر خوجند در مورد ساختمان بیناهای نو در نزد منزل زیستشان، شهرداری مرکزی ولایت سوخت به این مسئله واکنش کرد. فردوس شریفزاده آخر هفته گذشته در حضور خبرنگاران گفت که ادامه ساختمان برخی از شرکت‌ها را متوقف کرده است. چندی از بحث‌های ساختمان بینا همچنین در بررسی مقامات قدرتی قرار داشته است. فرزان محمدی گزارش دارد. اون ساختمان‌هایی که در اساس نقشه گنرالی میباشند ساختمانشان شده رفته است. موضوع ساختمان بیناهای نو در محله‌های شهر خوجند یکی از بحث‌های اساسی در نشست خبری شهرداری خوجند بود. خبرنگاران با ارائه سوال ذکر داشتند که نارضایتی مردم برای ساختمان بیناهای نو در محلشان در شبکه‌های اجتماعی زیاد شد و مراجعتشان بر رسانه و مقامات‌های نظارتی افزوده است. مسئولان اداره معماری شهر گفتند که در 6 ماه سال روان 15 عدد امرنامه‌ها برای بازداشتن ساختمان‌های خودسرانه آغاز کرده شده صادر گردید. 3 خانه استقامتی که نسبتاً امروز پرابلم دارند، مسئله صفتش به اویدی این مسئله کاربری رفته ایستاده است. موقتا ساختمان اون خانه‌های داشتگی کار رفته است. مسئله مردم واخوری، من شخصا خودم همه وقت اون وقتی که مردم مراجعت میکنند یا شکایت میکنند از میکرونایی 18 19 20 اما از همون چند شخصی مطبوعاتی حلقه میگویم که ما حرکت میکنیم که از همین منطقه ها اختیار زمین برای خانه‌های بناوشون جدا نکنیم و جدا نکرده ایستیم. به عنوان رادیوی آزادی نیز ساکنان محله‌های خوجند با عین چنین مشکلات بارها مراجعت کرده و چندین نوار و عکس‌های نارضایتی نیز فرستاده بودند. 3 ماه پیش گروهی از ساکنان از 4 محله شهر خوجند در مورد ساختمان‌های زیاد در نزد بیناهایشان اظهار نگرانی کرده بودند. ساکنان محله‌های 8م، 18م، 19م، 20م و 32م چند سال باز تلاش دارند قطعه زمین را که همچون میدانچه بچگانه استفاده می شود از بنیاد بیناهای بلندداشتانه حفظ کنند. با وجود این در بعضی جاها الکی ساختمان آغاز شده است. بنیاد بیناهای بلندداشتانه سالهای اخیر به مانند گوشه‌های دیگر تاجیکستان در خوجند نیز افزوده ولی اکثر وقت بحث برانگیز بوده است. بعضی از ساکنان میگویند مالکان شرکت‌ها منافع پولی خود را به نظر میگیرند. نمایندگان شرکت‌ها میگویند بنیاد بلندداشتانه‌ها تنها پس از آموزش طرح و با رضایت مقامات صورت میگیرد. شهرداری خوجند در نشست خبریش گفت که اکثر آنها طبق نقشه گنرالی ساخته میشوند. ساکنان میگویند ساختمان بیناهای نو موقع زیست آنها را تنگ و تقسیم آب و برق را مشکل میکنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. و یک خبر مقامات ایالات متحده گفتند با سبب اینکه دوام 9 سال گذشته تخمیناً 1 میلیون شهروند مجارستان یا خود وینگر بدون سنجش درست صاحب شناسنامه شدند، برای این کشور محدودیت سفر به آمریکا جاری می شود. همکنون شهروندان مجارستان حق دارند نه در دوام 1 سال و تنها 1 بار به قلمرو ایالات متحده آمریکا وارد شوند. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبرها از این بیشتر رو از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب نکلاسنیکی پیدا کنید. خدا نگهبان.